شال ما قشنگ، پیرون ما قشنگ، دل ما قشنگ، دامن ما قشنگ، لوز زیبان ما قشنگ، فرهنگی از خودان ما قشنگ. السلام علیکم دوستای عزیز، امیدوارم در هر گوشه جهان هستین خوب و موفق باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. دوستان اول ویدیو از ماست و امروز بسیار یک روز خاص است. خارم تیم یک سلام بکن. سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین و در هر گوشه دنیا هستین خوش و خرم باشین. دوستای عزیز دیگه اول ویدیو از ماست. امیتر که شکوفه جان گفتک امیدوارم که تا آخرین دقایق برنامه ما رو همراهی کنین و سعی کنیم که ما در کجا موریم امروز. دوستان امروز بسیار یک روزی مقبول و قشنگ که بعد از یک سال بسیاری روزی خوب را برای تمام هزاره های جهان و خصوص هزاره هایی که در چهار طرف خود ما هسته بسیار تبریک و تحیه میگم. دیگه دوستای عزیز ما امروز یک جای موریم که بسیار شلوغ است. این روز چون بعد از یک سال ده اونجا بسیار یک جشن با شکوه گرفته. دیگه بریم با هم ببینیم که اون جای چجوری جور شده بعد از یک سال دوباره. ولی بازم ما خیلی کوشش کنیم که ویدیوهای مقبول و قشنگ برای شما دوستای عزیز جور کنیم و خراب دوستای عزیز دیگه اینجا شروع خیلی زیاده دیگه صدا زیاده خلاف صدای ما فهمیدهش نه. دوستای عزیز امیدوارم که ما تا آخرین برنامه را همکاری کنیم و همراه ما باشین و امیدوارم که ما را لایک و سابسکرایب زیادشون نره دیگه دوستای عزیز، چون ما که در حمایت شما خیلی زیاد نیاز داریم دیگه. تشکر دیگه زیاد ما شما نشون میده که نشون میدیم که جا دیگه چیزا هم شلوغ زیاده و دیگه این چیزا طرف دخانه ما برایشون نکنیم درست فرهنگی رو برای برایشون تبلیغ کنیم. ما را بس یک نگاه ایمن و یا ما را مبرد این جزا بینی شما نظرشون در مورد از این روزی قشنگ و زیبا چیه؟ اولا روز فرهنگ هزاره رو به شما و بیننده‌های عزیزتان تبریک میگم و این روز روزی است که ما جمع شدیم در یک برنامه خیلی عالی. خب ما شما یک چند سوال رو شما باید جواب بدید. یک شعر هزارگی بگید. من شعر هزارگی متاسفانه بلد نیستم چون اصلا لهجه ما لهجه هزارگی نیست. خیلی حالا یک جنم یاد دادین؟ خیلی ما شما لغت هزارگی بلوم شما جواب بدید. خنجه چی؟ خنجه چی؟ یعنی همراهش. آفرین. خنجه نه فکر کن در حد یک نفر. این لغت خیلی عجیب است در نظر اینجا خیلی لباسای مقبول است دوستای عزیز مشورهشون نشان میدیم. خب اینا لباسای چی هستن؟ میشه بگید شما اینجا چی لباسایی؟ این لباس شال است که ما بین از اینا شیشه دیده باشن، هم ما در اینجا بدون شیشه داریم هم با شیشه که بدون شیشه البته قیمتش از مهمه و با شیشه بیشتر چون خیلی زحمت بینش، یعنی هر دور شیشه رو کارهای دست خودم بنازم خیلی زحمت. اما این شیشه باید خود دادم ولی شیشه کار کنه. آها خیلی دوستای نیایش کسته شیشه کاریه نه؟ بله این چادر برای گردن است، البته اینا برای بچه و مردا هستن. دستوزی است. دوستای نیش از رنگ کلایز مثل نیش ما میگم. خارم سلام
ماشین در باید خیلی خوشمزه دوستای از نانای هزاری که واقعا خوشمزه با وجودی که مثلا با دو شیر و چیزا درست میشه ولی واقعا مزه خیلی خوشنگی دارم و یک شعر یا یک لغتی البته برای اینجا نی ولی شش واقعا نقطه ها میگن که نمیگم دوست دارم چون خیالیا نمیگم مایلم یا چی کاریا میگم الان مثلا شنو چون هزارگیه دوستایی هم برای هموطنی ما هم برای شما دوستان عزیز که ما در تماشا می‌کنیم و روز خیلی خوبه، خیلی روز عالیه برای پورا دیگه تمام میگیم اینجا خیلی مردم زیاده و خیلی صحنه عالیه دیگه. قسمت از این روز لذت ببرم. خودشون این روز چی رقم تجویز کنید؟ روز خوبه برای شما. ما خودم سلطان دو بچه خود بساطی اینجا باشیم و همه حالی کس نگیم عالی واقعا نیست که با پشتر میگیم آسته و دیدن واقعا من قابل کاره و خود تا افتخار رو حاضرهای در کنار شما دوستان تشکر از کامرای ما خود دوستای امروز ما دوستی که همراه هموطن سیبا کردیم امدم در پالوی یک صدای خوشنگ زیبا دارم بخواهیم همراه یک عزیزم سلام خوب است کسی بازی یک سال در شدن رو بریم شبنم منابع ترکیم بس کنم ما شما چند سالایی جواب اولا خودش یک شیر بودیم باید باید چند اگر در افغانستان امریکن رایان بود در زمانه قدیم که وقتی ورزی تازده و رزیده کن بچن کنجره چی مانا؟ کنجره حفرات یا سلغن از گوش صحنه خیلی درام نقل نگیم خیلی باشم به خاطر که وقتی باید یک شیر هزار میکنیم با شیر بگذاریم بلش کشیرم شما که چون آواز خانستیم برای شما یک زمزمه کنیم نه هرچی دوست داریم
عزیز دی فوتوی جان بگیر خب فوتویش بگیر اونو دی بال خیلی شکتیم منو بگی سوسن نه واقعا زیبا بود. حال تیاری نداشته قسمشم خبری نه واقعا قشنگ بود. با تشکر به خاطر از این خبری موگه که نه سرخ نه گلابی فقط گل دختری هزارگی که دارد چشم بادامی وظایف قد و اندام بنازم قلب پاکش را که در دنیا نیافی مثل آن. دوستان عزیز دیگه این شعر خوار از ما گفتیم مخصوص برای بیننده ها گفته دیگه امیدوارم که از این شعر خوشمون بشه و دوستان همینطور که میگن این بیرق که دوست از ما هستن این بیرقی هزارگی از ما دیگه بیرق هزاره های ما باید همیشه کوشش کنیم این سر بلند نگه داریم و نه که بیرق از ما زیر پایش نه و ما بسیار افتخار می‌کنیم که ما یک هزاره ایم و امروز که می‌گیم دیگه مردم این پورا مردم هزاره و ده هزاره بودن که افتخار منه و امیدوارم که کسایی که دور و نزدیک از این جست همیشه امی فرهنگ را پایدار نگه داره و هیچ وقت نلک فرهنگ چیز زیر پایش نه. دوستای عزیز همینطور که خواهرم گفت این بیرق خیلی یک بیرق برای هزاره ها مهم است. ما باید همیشه حتی تا پای جان خود باید کوشش کنیم که بیرق سر بلند نگاش نه. دوستای عزیز ما گفتیم که چه خوبتره که از هر لحظه امروز صبح تا امیال هر کار که منیم با شما دوستای عزیز به اشتراک بگذاریم. دوستای عزیز همینطور که از اول آمدیم شما نشان دادیم که رفتیم عکس‌ها نشان دادیم، بعد از او رفتیم با چند نفر مصاحبه کردیم که از جمله یک شاواز خان بود و این بخش نان است که تمام دوستای عزیز ما را نان بخورن. خصوصا در اینجا شاید حدود 1000 نفر خیلی شلوغه، یعنی تقریبا، ولی ما به خاطر از شما دوستای عزیز یک جایی معین کردیم که بتونیم این ویدیو را برای شما تهیه کنیم وگرنه بقیه مردم که هستم دیگر مردم که هستن برای سبزی و چیزا نشستن نان میخوان، ولی ما گفتیم که همین ویدیو رو که برای شما میگیریم قشنگتر باید. دوستای عزیز همینطور که میگیرین در اینجا کوفته است، چیپس است، دیگه چیز است، البته دوستای عزیز در پاکستان چاول میگم یکم زبان تبدیل شده، برنج است، چکنی است و همچنان سلاطه است دیگه. البته ما بیشتر دوستان میگه که تو چیز کنیم، تو که در رستوران ها باری و امی غذاها تعریف کنی چون زیاد ماشاءالله میگی. ما چم دیگه خصوصا ما قبلا که پیج تیک تاک و چیزا داشتم و تگپ را میزد، حالی که هستم مال بخش نان خوردن نمیزم به خاطر از اینکه باز زیاد میتر اگر تعریف کنم شما دان شما اوش نه، اگر تعریف نکنم خب بگینه حتما خوشمزه نبوده. دیگه دوستای عزیز همینطور که بلدیشون گفتم این چیزا را ما از خانه جور کرده آوردیم که بر شما دوستای عزیز نشان بدیم و خانم تو کدام گپ نداری؟ نه دیگه تشکر از دوستا که همراه از ما بودن و تا امیدوارم تا آخر برنامه همراه از ما باشه. دوستای عزیز تا آخر برنامه ای است که دوستای دیگه آوازخانه و کسای مشهور که هستن و ما را سر استیج و آواز میخوانه، زوستای بچهای رضا رقص منه و ما از شما تقاضا داریم که تا آخرین برنامه با ما همراه باشین. البته اگر دوستا ویدیو زیاد شد ما کوششیم برای شما یک قسمت جور کنیم، ولی اگر زیاد شد
این حتما 2 قسمت جوړیم تا شما از هر لحظه ای که ما در این روز شگفت‌انگیز هر کار که انجام میدیم شما به خبر باشین. فرهنگ آزادگی میشه. خب تشکر دوستان عزیز تا ایدم همراه از ما بودین و امیدوارم که بلدشون خوش گذشته باشه و برایتون خوش گذشت. شما رو خبر نیم، شما نظرات خود بگین که برایشون خوش گذشت یا نه دیگه. فعلا هم که دیگه برنامه خلاص شد دیگه همون طرف خانه رئیس دیگه. خدا نگهدار شد. الان تو بگین. خب دوستای عزیز تشکر که تا ایدم برنامه به ما همراه بودین. دوستا چون این اولین ویدیو ما بود، ما خیلی کوشش کردیم که برای شما بهترین ویدیو رو تهیه کرده باشیم. البته شاید بعضی جاها اشتباهی داشته باشیم ولی انشالله در آینده اگر شما دوستای عزیز با ما همراه باشین کوشش میکنیم که این مشکلات رو حل کنیم و بهترین ویدیو رو برای شما عزیزا درست کنیم. تشکر از اینکه لایک، فالو و سابسکرایب میکنید ما را. خیلی تشکر، دوستتان دارم. خدا نگهدار.